Goodbye. صبحانه دیروز مزه‌دار بودم اتونیز؟ کدام صبحانه؟ صبحانه دیروز میگم خانم کلگی یک دفعه آمدن سرای وری شده بود. چرا این گپ میزنی؟ کوبلای ما بسیار خوش شدم، به نظر ما بسیار یک روز عالی بود. اما بسیار خسته شدین. البته خدا کنه کم بوده نبوده باشه. نه دیگه کم بودی چی خانم اصلا؟ هم به خبر آمدن هم گله کنن. توبه کردیم خدایا، با خدا سرم از چیز کم نبود. از هر انگشتتون هنر میبره. خاله سرور بسیار خوش شانس است، به خاطر که مثل شما یک عروس داره. از هر انگشتش هنر میبره. دیگه از خدا چی بخواه؟ از قماندان کان خبری است؟ بله دنقر از شب اینجا میایی. اینه خودش زنگ زد. بله چطور هستی جانه؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ طرف دانشگاه میرم، شب هم دیگه میبینیم. نه؟ اصلا کوبلای پیشت هست؟ بله پیشم هست. کدام گپ شده؟ صدای عجیب به نظر میرسن. نه بیبی بسیار مواظب خودت باش، فهمیدی؟ با کوبلایم بگو متوجه باشن. کان کدام گپ شده؟ همیشه باید تدابیر خود بگیریم. تو مواظب خودت باش، همی که درست خلاص شد مستقیم خانه برو. بسیار خوب میرم، اما شب هم دیگه میبینیم. نه؟ فکر نکنم، قرارگاه ترک کرده نمیتونم. سعیس یک دانه. خداحافظ. خانم اصلش چی شده؟ کان میگه متوجه تان باشین. آیه نیمه بیازو خانه هستو. ها سعیس جانم، سعیس من خودم پشت ایران میرم. سعیس فهمیدم همراه خاله سلوار یک جای میرم اگه کار نداشته باشد. سعیس جانم تا مواظب خودت باش، درست است؟ سعیس حالا خداحافظ، زودتر خانه بیایی. کانم همیال زنگ زد. خدیجه اردی ما پشت ایران میریم. خاله جان میگه تا کار ضرور نداشتین از خانه بیرون نشین. باز چی گپ شده؟ آی نمیفهمم. آی من خیش نفهمیدم که باز چی گپ شده. خدا خودش حفاظت ما کنه. آی به فکر جان خودشان نیستن، کل فکرشان طرف ماست. هر کی خانواده داشته باشه فکرش طرف او نامه باشه. خدایا هیچ تمامی نداره، هیچ اتفاقی بد، هیچ خلاصی نداره. دختر ما ایجارم زندگی کده نمیتونیم جانم. خدایا خدا میفهمه باز چی مصیبت در راست نمیفهمم. شما اینجا باشین بچه ها. اطاعت میشه قماندان صاحب. یعنی از بیرون کمک گرفته؟ بله، زنگ خطر و تشتوزی اول فعال شده، اما هرچی کمک گرفته باشه بازم در مقابل شیطنت های خودش هیچ هست. اما تو راست. خب مرا چرا اینجا خواستین؟ راستش فکر کردم شاید به شما کدام چیزی مشکوک باشه. فکر میکنم اینجا را همراه ناخونایش قسم کرده. ای که چی میخواسته بگویه، منظورش چی بوده، هنوز در باره چیز نمیفهم. شما از این چیزی فهمیدی قماندان صاحب؟ یک پرنده بیشتر مثل یک زاغ یا هم گنجشک؟ مطمئن نیستم. این یک زاغ است مامور صاحب. قماندان صاحب،
تیمور درباره زاغ سیاه میفهمه. نمیفهمم، اما از هوگیر باید هرچی زودتر گپ بگیریم. بسیار زود. یک نفر کسی که میخواست اعتراف کنه را از بین برد. تیمور به شرفم فرار کرد. بزرگ بابا باید یک کار بکنیم. بیازو میکنیم یوراک. کمی آرام باش، حلش میکنیم. دوستا من هیچ چیز رو نفهمیدم. خدا کنه خیر باشه. از قماندان کوپوز هم کدام خبری نیست؟ بله قماندان صاحب، قماندان کوپوز کجاست؟ امر کنین قماندان صاحب. توران تقریبا در 46 کیلومتری جاده جانکاری یک انبار متروکه در فاصله 300 متریش است. ساعت 04. فهمیده شد؟ فهمیده شد قماندان صاحب. خوب است، مرام در جریان بان. اطاعت میشه قماندان صاحب. هم میریم قماندان صاحب. نه بیادر، منتظر میباشیم. چی میگه؟ مختصات داد. منتظر میباشیم. شب سختی است. تا فعلا بله. تا میخوایی بری ابراهیم؟ نه خیر، من اینجا هستم. تیمم کار خود انجام میدن. قهوه؟ بله لطفاً. صحیح است بزرگ بابا. بیادر صدقه شبان برم یک چیز بگو. به خدا دیوانه میشم. قماندان کوپوز کل چیز روشن میکنه یوراک. قضیه ایست. چی است؟ قسمی است که تو تا به حال کدام نظامی را دیدی که همراه گوشی شخصی مختصات بته. وای، یعنی کوپوز بابا هوشیاری میکنه. دقیقاً همونطور است. دقیقاً همونطور است. تا معلوم نشده منتظر میباشیم. پس خوب است. بچت و ینگت چی میکنن؟ چی کنن؟ همینجا در قرارگاه هستن. کار خوبی کردی. اگه حوصلشان سر رفت خانه ما روانشان کو بیرون نرن. اوضاع خراب است. زنده باشی بیادر، زنده باشی. قسم میخورم چند دقیقه دیگه منتظر بشینم دیوانه میشم. اوف. بایندر؟ امر کنین قماندان صاحب. بیا روانی درجه یک بیا که با هم گپ بزنیم. اطاعت میشه قماندان صاحب. چی میکنی بچیم؟ کارت به دلت هست یا نه؟ نه والا خوب است قماندان خوب صاحب. است.
بسیار تشکر. خودت نمی نوشی؟ نه فعلا نمی نوشم، شاید بعدا. پنج نفر عمیق هستین؟ مشکل نیست مردگاش اونجا منتظر هستن. Very good. بیبی دباینی برای چی آورده؟ Thank you. تو را همیاله بوسیدم میتونم. بسیار کار عالی کردی، بسیار عالی. میرم. بوی شالیس. جالب نیست؟ تو در وقتی که در آشپزخانه بودی هنوزم نبر اومده بودی، بوی قهوه تمام خانه را گرفته بود، کل جا پخش شده بود. کاش که بوی حوادث همه قسم پیش از پیش حس کرده بتونیم. بوی آدم ها، شخصیت هایشان، بویی که چی خاصیت دارن پیش از پیش حس کرده بتونیم. به اندازه قهوه نمایان و رو راست. مشغول گپ زدن شدم کم از قهوه سرد شوم. اما قانون طلایی چی بود؟ گپ نزن، زندگی کو. هر کاری هم که میکنی با عشق بکن، حتی اگه آخر راه مرگم باشه. بازم خیر ببینی. نخ سرد شده بود، برای دوباره جور میکنم. بسیار معذرت میخوایم. من همیال پاکش میکنم. مهم نیست شیلا، گفتم مهم نیست. تو دست نزن، من همیال پاک میکنم. زود پس میاییم. حالا من چی کنم؟ چی کنم؟ نه من پاکش میکنم. سعیس دستت خو نسوخت؟ نه چیزی نشده. تو بانش مشکل نیست.
میبخشی. ما به همدیگه صدمه رسوندن نمیتونیم ابراهیم. اما زندگی از هر دوی مکده بیرحم‌تر است. از هر دوی مکده. آدم ها در قهوه فالشان میبینن کپوس. تو چه قسم یک انسان بدبخت هستی که به جایی که در گیلاس قهوه فالت ببینی او را در آزمایشگاه برده پشتی میگردی که زهر داره یا نه. پشت دلیل مرگ خود میگردی. تو بسیار وقت پیش عشق از دست دادی و عشق تو را سالها قبل رها کرد کپوس. این دنیا دیگه به تو مثل یک کشتی است که تا آخر عمر غرق آدمای دروغگو و درویی شده. به تو دیگه عشق نمانده. دوست داشتن دیگه به تو نمیزیبه. به تو دیگه خانه، به تو طفل و به تو خانم دیگه هرگز نمیزیبه. فقط چند آدمی که همراهیت به طرف مرگ روان هستند. اسلحه‌ای که در کمرت بند است و شاجوری که در جیبت است دیگه کدام امیده احمقانه نداشته باش کپوس. دیوانوار غرق رویاهایت نشو. در این دنیا دیگه به تو هیچ چیزی نمانده کپوس. هیچ چیزی. ما هستم قماندان صاحب. خوب هستین؟ خوب هستم. من به خاطر قدم زدن بیرون برآمدم. وقتی که صدای پای شنیدم دست خودم نبود. بخشش باشه. تو چرا اینجا آمدی؟ فکر کردم کدام مشکل پیش شده قماندان صاحب. شما موبایلتون جواب ندادین. با خانم زنگ زدم جواب ندادین. مخصوصا وقتی که همراه تلفن برای مختصات دادین که معمولا این کارا نمیکنین. هرگز نمیکنین. شما خو هرگز. نگهبانتون ای طرفا نیست. موترتان و مموتو. قماندان صاحب چی گپ شده؟ در او آدرسی که دادم نفر روان نکردی همو تو نیست؟
نکردم قماندان صاحب. باید روان میکردم. نه البته که نه. توران صاحب میفهمم سوالای چی هست، اما من فعلا در وضعیت نیستم که با سوالای جواب بدم. بعداً گپ میزنیم. شب بخیر قماندان صاحب. بعداً. ابراهیم تو شیلا ابراهیم به اندازه مقبول میگه که آدم دلش میشه ابراهیم باشه. بعضی وقتا با تیمورو میگم که کاش که ما ابراهیم میبودم. شیلا گوش کن تیمور، لطفاً بعداً گپ بزنیم، درست است؟ سیز گپ ما کتا میکنم شیلا. عاشقای احمق واره از سر موبایل میدوین. ازت پرسان میکنم شیلا، کوپوس چرا هنوزم زنده است؟ ها؟ فرصت نشد. راست میگین؟ یا که بازم عشقت نسبت به کوپوس مانعت شد شیلا؟ و قسم که بود خودتی کارم میکردی چطور؟ ها؟ دازم تو احمق هر دقیقه برم دستور دادن نمیتونی. برو به دوزخ. صبر کن، قطع نکن. کدام چیزی برات گفت ها؟ کدام خبری است؟ تقریباً در 46 کیلومتری جاده جانکاری یک انبار متروکه که در فاصله 300 متریش است. ساعت 04. فهمیده شد؟ شیلا کدام چیزی گفت برات یا نه؟ نه خیر، چیزی نگفت که به درد بخوره. کدام گفتنی دیگه داری؟ بزودی خط داشتم. از مرز تیر میشم و وقتی که بیایم همراه نفرایی میایم که هیچ کسی ما را متوقف کردن نتونه. فهمیدین؟ ما را هیچ کسی متوقف نخواهد. هیچ کسی میرم. حیدر حالا دیگه بخیز. آی دایی گل صبح باز چی گپ هست؟ وسایل خانه را جا بجا میکنیم. حیدر حالا زود شو دیگه. بچه جا بجا کنم تا صبح منو در خونه نماند. نمیتونم از جای میخیزم. حیدر بیبی کمک گفته حالی چیغ میزنم. کلگی منتظر ماست. کی منتظر است؟ آقا کان، قماندان سردار، خانم سلور، کلشان منتظر ما هستن. بعد از به خدا بخیز. بس قبل آدم که هستن اونا کمک کنن دیگه. مرا چرا میخیزنی؟ خوب است، درست است. پس من خودم میرم جا بجا میکنم. تو آرام بخواب. آی نمیفهمم چند طفل است در یک خانه. بس است. چی مخویش نفهمیدم. چرا کل کارا در گل صبح پیدا میشن؟ خورترک بخی وسایل ببر. میخی گوری کلان شدی کار که بچی. بخیز و مادرت کمک کن. حالا بخیز دیگه بچی. مادر دی گل صبح هنوز افته و نبر آمده. من چرا وسایل خانه یادم بکشم خودت برم بگو چرا. چپ شو، بسیار بد است. کجایش بد است. میگه لالا آدم قدر گپ بعد نمیزنه. چپ شو لودا. عزت و آبروی ما بخیر رفش مده.
مادر امروز شنبه است. من یک شنبه بیکار هستم. یک شنبه مام یک روز رخصتی است. چرا من کوچکشی یادم کنم؟ آقای محترم خودش کجاست؟ خب از ما چرا در اینجا هستیم کوچکشیش میکنیم؟ اما بچیم دوست به امیر روز آدم به درد میخوره. دوستش هستی دیگه باید ببریم. بعد از اتو چیزا رو نگو. بسیار بد است بچیم، بسیار بد است. دوست من؟ بله من دوست حیدر هستم. بله البته. من برات یک چیز بگویم. من حیدر یوروکا یک ذرم حتی اقاگکم دوست ندارم و حتی ازش خوشم نمیاد. یک چیز بگویم، گپش بسیار بجایی است. بیازو دوست او مستم. قماندان از حیدر یوروک خوشش نمیاد، پس خوشم هم نمیاد. بسیار عجیب است. تو چوب شو. گوش که آدم پشت سر دوستش گپا رو نمیزنه. بسیار بد است. این کارتان برین کمک کنین. بسیار بد است. ترین قماندانم آمد. بی آمد. آمد. خاله سلور بسیار میبخشین. تا طفلار از خواب بیدار کده آوردم. کمی دیر شد. خیر است. حالا بیا ما وسایل در خانه سعی جا بجا کنیم. اینا هر چیز سر راه میمانن. حالا بیا که داخل بریم. زود شوین دیگه. من بخشش باشه. پیش شما اومدیم گفتم معذرت من قبول کنید. یوروک بیادر، حالا که خودت آمدی ما آیسته نرم میریم دیگه. ما یکم کار دارم از او خاطر. البته بزرگ بابا خیمه درباره موضوع همراه قماندان سلور گپ میزنم. چی؟ اما اگه قماندان کان برم ما میریم قماندان صاحب. صحیح است مراد. درباره موضوع تو هم گپ میزنم. نه خیر قماندان صاحب، تیم شمشیری تو کسی را در نیمه راه اعلان نمیکنه. اما تو نیست قماندان صاحب. راست میگه در نیمه راه نمیمونیم. پس من قضیه کلتون برش میگم. خلاصه براتون بگم قماندان صاحب نسبت به ما یکم سخاوتمند باشید. مرغ بریان قماندان صاحب لاماجون بگیرین. به هر نفر 5 تا همراه دوغ. 4 تا میشه. همراه دوغش هم خلاص. 5 تا قماندان صاحب 5 تا. 4 زیاد بد نیست اما شیرینی هم باید باشه. صحیح است قماندان صاحب. شیرینی هم باشه. او هم با سختی سیر ما میکنه. قبول است. شما کلتان چقدر آدمای سودخور و نمکرام هستین. مرا به خاطر 4 تا لاماجون فروختین. چرا بفروشمی دیگه؟ چی گپ است؟ توبه. دیگه چی گپ است؟ توبه. قماندان صاحب نفرکتان هم آمد. ینگه خوش آمدی. خداحافظ ما دیگه رفتیم. باز گپ میزن. حالا بابا حالا تو هم آمدی دخترم. بله. آی چرا زحمت کشیدی؟ دایی خود زحمت نیست. خوب کردی. بچه ها صبح تا حالا هیچ چیز نخوردن. نوش جانش. حالا داخل بیا. من کمک میکنم برام من بتشکه ببرم. آی تو دیگه چی میکنی سردار؟ زندگیم خوش آمدی. چقدر خوب کار کردی که آمدی. حالا تو میفهمی که چی باید کنی. همراه صدای مقبولت بلند صدا کن. قسمه که کلگی بشنوه کن. حالا بیا جانم من تو را کار دارم باید بریم. ما از اینجا میریم. چطور است؟ چرا؟ زندگیم با هم تنها می باشیم. در ضمن سینما میریم. شاید خریداری هم کنیم. تا را به خرید میبرم. نظر چیز بیازو امروز شنبه است. کارگوریزی نکو کان بسیار بد است. اصلا چرا امروز کلگی برای من میگه بد است. من نمیخوایم اینجا باشم. از اینجا میرم. نمیشه. در ضمن او دوستتون نیست. باید برش کمک کنی. نیست دوستم. لالا اصلا خوش آمدی. لالا برخواه اینجا کار نمیکنه. او را من جور کنم. خیلی کی جور کنه؟ بیا جور کنه. داخل نیمه نفوس کشور از برو اونا را بگو. سعیس تو دونجا چی میکنی لودا؟ برای پس شو کان. من باید دانشگاه برم عزیزم. با اجازت. حالا قماندان صاحب خسته نباشی. کوبلای کلی را مرا تو همینجا باش. همراه اینا کمک کن. حالا من قسم سرت کار کنم که در کل عمرت نکرده باشی. یا نمیتونم پایم درد میکنم. بلیاز خدا مرا بانه. کوپوز دایی هفته به ملاقات جنرال نرفتی؟ نه خیر قماندان صاحب بچه را روان کردم. در بینتان کدام مشکل پیش شده؟ چطور اسم میکنم رابطه تان خوب نیست؟ نه قماندان صاحب نه گپ نیست. یعنی اخلاق جنرال کرلانگی چمی است دیگه. قدر جنرال بدان او بر ما بسیار بارزش است. دیروز به یکی از تیمای آذر در محل دستور داده شد تا یکی از مکانهای مخفی را زیر نظر بگیرند. در 74 متری جاده چانکری به فاصله 3000 کیلومتر یک انبار متروک است. ساعت 04 به دستور تو بوده. بله قماندان صاحب با یک موضوع شک داشتم. به خاطری که مطمئن شوم که دقیق است یا نه خواستم یک دام بانم اما چیزی گیرمان آمد. بله کدام حرکت خاص ثبت نشده.
به خاطر قهوه بسیار تشکر قماندان صاحب. اگه اجازهتان باشه ما دیگه پوپوس دایی اواخر درباره رخصتی هم فکر میکنی یا نه؟ رخصتی؟ فعلا بدترین موقع به خاطر رخصتی گرفتن است. راحت باش بریدمن. چیدم میشه همراهی ما بیایی؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. میشه دروازه را بسته کنی چیدم؟ از تو یک خواهش دارم. امر کنن قماندان صاحب. میخوای میره در آزمایشگاه ببری. اطاعت میشه قماندان صاحب. ای چی هست؟ نام نداره، دلیل خاصی هم نداره. نمیخوایم بفهمن کی را ما به خاطر آزمایش روان کردیم. فهمیدی؟ فهمیده شد قماندان صاحب. شما میخواین دقیقاً ای چی را پیدا کنین؟ مواد سمی یا کدام زهر، حتی مواد رادیواکتیو، هر چیزی که بتونه باعث مرگ یک انسان شوه او را میخوایم. اطاعت میشه قماندان صاحب. فقط به خاطر نتیجه باید کمی صبر کنین، شاید چند هفته. میفهمم بریدمن. بسیار تشکر. همه قبول. بریدمن چی دارم؟ بسیار متوجه باش که این کار مخفی بانه. اطاعت میشه قماندان صاحب. شما تشویش نکنین. بسیار تشکر. اوف، تو مرا کجا وردی؟ گفتی جای خوبی است، راحت باش الگون، ساعت تیر میشه. جای خوبی تمی است، خانه سالمندان. الگون بچه یک چیز بگویم بیادر. آقای تو وقتی که نامو تو را الگون من بسیار یک کار اشتباه کرده. مرا ببخش اما بازم بسیار یک کار اشتباه کرده بیادر. یعنی چی بفهم به جای نام الگون باید نام تو را گنگس میمون بچیم. تو چرا قدر آدم بی صبر هستی بچیم؟ تو خودت نبودی بچیم؟ چرا توی قسم شدی؟ تو خودت بی صبر نبودی؟ لالا ما اینجا چی کنیم ها؟ اوسط سینی مردم 85 سال است. خب باشه دیگه. نه فوتبال بازی کنیم. اونجا ساعت ما تیر میشه. همراه آدمای 85 ساله چی کنیم؟ بچیم تو موضوع را بسیار اشتباه درک کردی. تو یک آدم بسیار گنگس هستی بچیم. الگون تو سر ما باور کو، بسیار یک جای خوب است. بسیار ساعت ما تیر میشه. ساعت ما تیر میشه. از امیال برات گفتم پشیمان خود شدی. بیا بیا. بان اونجا بانش. قسمه که با توافق رسیده بوده. کارت خلاص است. پیش از طلوع آفتاب تو را از اینجا میبره. اگر سربازم گیریم کنن یا موتر ما این بالا کنن و یا از مرز تیر شدن اتانا، اگر مرا کدام چیز شبه دو برابر پولیده که گرفتی را پس میتی. ای را خو میفهمی. همه قسم نیست قندم ها؟ برات گفتم مشکل نیست. امیدوارستم نباشه. امیدوارستم. غذایتانا بخورین، شب حرکت میکنیم. حالا عجله کنه. کم شور بخورین بچه ها، عجله کنه، زود شبین.
داغ می نوشیم؟ نه خیر. خلاص خودت میفهمی. قماندان صاحب مستم. بله در مزرعه کاراپینار هستیم قماندان صاحب. همراه قاچاقبر هستیم. اما یک گپ مهمتر است. تیمور اینجاست. بله مطمئن هستم قماندان صاحب در بین قاچاقبر است. خود تیمور از راست است. اطاعت میشه قماندان صاحب. اما در باره گذرگاه هیچ اطلاعی ندادن. من کوشش میکنم ارتباط برقرار کنم. اطاعت میشه قماندان صاحب. فهمیده شد. بیا. قماندان صاحب یکی از پلیسای محلی بر ما اطلاعات داده. تیمور گفتی؟ او کجاست؟ در نزدیک مرز یک مزرعه است قماندان صاحب. در بین قاچاقبرا میخواد او طرف مرز بره. چی شد بزرگوار؟ نتونستی فرار کنی؟ قصدشم میگیرم یارا که چوب شو بسیار بد است. دوغم بگی که از گلونت پایین بره. بته ها راستش تا حال هیچ دختره را ندیدیم که با این مقولی لامجون بخرالیست. تا حال ایره کسی برات گفتم؟ کمی بلندتر بگو که لالای من بشنوه. زنده باشی. ای چی وقت تمام میشه؟ چی؟ ای ما از کجا بفهمم؟ چرا؟ ما باید قرارگاه برم بیادر. یک چیزی را برات میگم. یک چیزی به نام موبایل اختراع شده خبر داری؟ بچیدم زنگ بزن. نه ترس زنگ بزن. راست میگی؟ آی خدیجه از سر خود زیاد فشار نیاره. یک جای قرار کده بشی. خدای نکده طفل کدام چیز نشد. توبه ما حال چی کردیم؟ اگه حال کمک نکنم پس چی وقت به درد میخوره؟ دیگه چی کنی؟ هر چی در دستت میایه او رو زود کده میشویی. مرا دیوانه نکو بی طفل کدام چیز میشه. متوجه باش. در کارای زنا مداخله نکو. درست است مداخله نکو. خودم میفهمم. تو دی مداخله نکو ده او مداخله نکو. بیاد بایرم باید ده هیچ چیز نباید کار داشته باشه. الله. نه این کارم تو از دوستا. همی که بشینی زنگ میرسه. مواظب باش. بایرم یک دقیقه امر کنین قماندان صاحب. قماندان صاحب ما بیازو کل ما یک جای هستیم. فهمیده شد قماندان صاحب. اطاعت میشه قماندان صاحب. عملیات داریم دوستا. الیاس یک دوتا تاکسی به ما بگی. فوراً قماندان صاحب. مادر بچه آی جانم. تو مواظب خودت باش. صحیح است خدیجه صحیح است. بیبی تو هم زیاد کار نکو. درست است. مواظب طفل ما باش. یک داریم. درست است. سعید جانم سعید بخیر بریم. مواظب ایرانم باش. رفتیم دیگه. خداحافظ. خداحافظ. ینگ خداحافظ. مواظب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. آی
سعیست دیگه، من کلشم میخورم. دیگه چی گپ است؟ درست است که لاغر هستم اما خوراکم خوب است، حلش میکنم. کلشم من میخورم، تشویش نکنین دیگه. گرچه دل ما نمیشه. چرا هر دفعه غذا نیمه میمانه و اینا میرن؟ چرا همیشه وقتی که قخوش میباشیم میرن؟ چی بفهمم خدیجه، چی بفهمم؟ اولین شب ما در این خانه اما تو تنها مگذره خاله سلور. نه جانم، زنده باشی. تشویش نکن دخترم. خدا کمت نکنه جنرال صاحب، این گپا را از کجا میکنی تو؟ جنرال صاحب خدا یارت باشه، با خدا امروز گردای ما کفاندی از خدا. توبه کردیم خدایا، توبه جنرال صاحب. برو خانم خندانه برم زود پیدا کو، برش بگو که جنرال میگه که وقت دوایم فراموشت نشه، دوای ما به وقتش بته. هلا البته قماندان صاحب، امیاله او چطور است؟ کی جنرال صاحب؟ خب قماندان صاحب کپوزه میگه والا راستش جنرال صاحب، ما قماندان کپوزه دا یا آخر کمی ناراحت میبینم. یعنی دا هوای سرد بدونی که کرتی بپوشه میره، سر تمرین پیش خود دا فکر میره قماندان صاحب. چی بفهمم؟ به نظرم قماندان صاحب دا کدام جنجال افتاده. چشم سیاه، با تو یک وظیفه میتونم. بفرمایید جنرال صاحب. اگر درباره کپوز به تشویش شدی یا کدام چیز عجیب دیدی، فوراً به ما گزارش میدی. گپ مفهومانده تانستم بچیم؟ والا جنرال صاحب، ما شما رو خوب صحیح درک میکنم، اما ما چطور بفهمم که تو یک چیز هست یا نه؟ ما فقط یک سرباز معمولی هستم، ما کدام مسئولیت خاص ندارم. ما از کجا بفهمم که قماندان صاحب خوب است یا بد جنرال صاحب؟ امرای اینا باید ببینی و بفهمی و امرای ای باید حس کنی. چشم سیاه، فهمیدی یا نه بچیم؟ صحیح جنرال صاحب، درست است. میفهمی من در زندگیم به جز کپوز دیگه هیچ کس را ندارم. هیچ کس نیست که به تشویشش باشم. چشم سیاه، هیچ کس را ندارم. هیچ کس. عمر طولانی باشه اورهان باینده، عمر طولانی باشه. در ضمن از او بچه که همراه تاوردی از طرف من تشکری که درست است؟ درست است میگم جنرال صاحب. جنرال صاحب، ما آخر هفته باز میایم و گپای شما را فراموش نمیکنم. راحت باشین بچه ها. موضوع تیمور است. هدف در یک مزرعه نزدیک به مرز دیده شده. همراه یک گروه از قاچاقبرا که میخواین از مرز تیر شون همکاری میکنه. ای که آخرین بار کجا دیده شده را میفهمم، اما ای که فعلا کجاست و یا کجا تصمیم داره بره را نمیفهمم.
فوراً وارد عمل میشین. اگر لازم باشه تا او طرف مرزان به تعقیبش میرین. تیمور به من مرده یا زنده پس میارین. به خاطر یک قاتل که وقت تلف کردن نمیتونیم. تیموره مرده یا زنده بریم پس بیارین. فهمیده شد؟ فهمیده شد قماندان صاحب. خدا حافظتان باشه. زنده باشید. گپای قماندان صاحب خوب شنیدین؟ میریم. چند دقیقه بعد از مرز تیر میشیم. تو دیگه نفر نداری؟ چرا کدام مشکلی داری؟ از مرز تیر میشیم. کسی که اونجا تنها باشه زنده بوده نمیتونه. پولت گرفتی اما تو نیست؟ گرفتم. همراه تو به توافق رسیدم، درست است؟ بله درست است. در او صورت کمتر گپ بزن، تیزتر حرکت کن و پیش از ما پویت سر میدان کلش همه قدر کنده. درست است درست است. چقدر زود کار میشی؟ Very good. حالا برو. استاد شاوه در منطقه من گذاری شده رسیده. مال کلگی خوب گپ مرا گوش کنم. امکان داره چند دقیقه بعد گزمه مرزی از راه برسم. هیچ کس وقت ضایع نمیکنه. کلتون چشمایتون رو باز میکنه. هیچ حرکت به جایی نکنه. من پاک از هر راهی که میره. شما مزمون را برین. صبر کن. حالا ازی بعدش مرز است دیگه اما قسم نیست. بله مرز است. یعنی ازی بعدش ترکیه نیست اما قسم نیست. بله اما قسم است. ازی بعد ترکیه نمی باشه. یعنی او قوانین لعنتی هم دیگه مانایی ندارن. سربازها، پلیسای محلی، کماندو، نیروهای ویژه، گروه های ضد تروریست، کلش دیگه مانا نداره. همه قسم نیست. هیچ کدامش دیگه مانا نداره. کلش دود میشه و از بین میره. افراد نظامی دیگه مانایی ندارن. چی گفتم میری؟ من از گپایت چیزا نفهمیدم. موبایلت با ما بده. تو چی میگی؟ گفتم موبایلت بده. برابانم از یاد رنگ است نکن. برات گفتم موبایلت برام بده. با تو هیچ چیز را نمیتونم. چی میگم که ای آدم لعنتی با دولت کار میکنه. موبایلت با ما بده. زود شو موبایلت بده. تو را میگم لاودا. آمدن. پلیس آمدن. شلیک نکو. گیر ما میکنن. تو چرا گپا نمیفهمی؟ زود شو موبایلت بده. سیگنال میتا. آدم کثیف. زود شو راه را نشان بده. من پاک لاودا برای چی میگم راه را نشان بده.
قماندان صاحب میآیین؟ خوش آمدید قماندان صاحب. زنده باشی. حوضا چطور است؟ قاچاقچی‌ها مثل همیشه به چند طرف رفتن. نیمشون در عراق شمالی رفتن، دیگه‌شون هم در قری هستن. تیمور چطور؟ از تیمور هم کدام خبر نیست قماندان صاحب. اما چی؟ یک نفر دیده که یکی از افراد فراری یک شمشیر در پشت خود داشته. البته ای که به تیمور ربط داره یا نه نمیفهمم. البته که داره به تیمور ربط داره. شما چهار طرف اینجا را خوب بررسی کنین. بیادر موضوع جدی است. اطاعت میشه قماندان صاحب. اوضاع چطور است قماندان صاحب؟ همراه شمشیر دیده شده. سگ بیشرف. چی کردی بابا؟ کجا داری ببینی؟ دوستا این طرف روشنی بندازن. بزرگ بابا این بیشرف هدفش چی است؟ نمیفهمم یوروک، نمیفهمم. اما چیزی را که میفهمم این است که هر چیز بنابرد اول بریم این بیشرف پیدا کنیم، بعدش میفهمیم زاغ سیاه است یا سفید و موضوع چی است. دقیقاً بریم و تیمور را پیدا کنیم. این عکس است که پلیسای محلی برای ما روان کرده قماندان صاحب. دیگه شبیه ارچیدم. این عکس است که در کلینیک گرفته شده. شمشیر چی کرد؟ هنوز در مسیر راه هستن. در مو گذرگاهی که قاچاقچی‌ها بودن رسیدن. قماندان صاحب صدای اسلحه از زمین نزدیک آمد. دوستا جدا جدا برای خود ادامه میدی مراد. سردار حالا بریم. اسلحه پایین کن. نیروهای ویژه هستی. نیروهای ویژه. ما قماندان بزرگ هستم. تو کی هستی؟ اسلحه‌اش بگیرین. تو کی هستی؟ حسن سارکایا.
از نیروهای محلی. بایرام عجله کو بیادر. درست است قماندان صاحب. گزارش تیمور خودت دادی؟ بله. از ملستین شد. تیمور برات کدام چیزی دگام گفت؟ بیادر او به شرف باید بگیریم. کجا رفته؟ همزالی میخواست همزالی بره. به قاچاق برامتون گفت. بایرام عجله کن. سعید قماندان صاحب. قماندان صاحب من یک دختر دارم. 4 سال است. در شهر مال است. در شهر مال. درست است. آروم باش. آروم باش. اول به خدا و دوم به ملت ترک امانت میسپارمش. سرکایا قماندان صاحب شهید شد. روحش شاد باشه. Commandos. شمشیر بس از دیگه از او به شرف حساب هر قطره خونه که ریخته را پرسان میکنیم. امروز روزی نیست که برش بگویم تسلیم شو. اگه من این کار کنم من از پایین ببرید. هر کس به او بیشرف بگوید دستت بالا کو و یا تسلیم شو. با من طرف است، من همراش حسابی میکنم. فهمیده شد؟ فهمیده شد قماندان صاحب. امروز روز تسلیم شدن نیست.
امروز جسدش یک طرف، سرش دیگه طرف. جسدش یک طرف، سرش دیگه طرف. تو حال شیر میخوری ها؟ آی تو شیر میخوری کان بچیم ها؟ آی ما صدقی ازی شیرینک شوم. چقدری شیرین است. آی غنچه دخترم نی که به خاطر که نامش کان است من قدر ازی خوشم میایه. صدقی تو شوم ما. آی جانم خدیجه خواهر ما چرا اینجا آمدیم؟ صبحانه را در خانم میخوردیم. حالا خواه آمدیم جانم، دیگه چیز نمیتون. آی غنچه جانی خورترک بسیار شیرین است. آی ما صدقی شوم ما بسیار دوست داشتنی از کان بچیم. تو چقدر بچه قند استی ماشالله. یلدز به اصل خبر دادی؟ خبر دادم مادر جان، خبر دادم. گفتم که آشپز کلان سلور بزرگ جلسه تشکیل داده. تو هم خبر کرده باید دویده بیایی ینگه جانم. آشپز کلان؟ ای دیگه چی گپ است آشپز کلان و ای گپا؟ حالا دیگه تو به مادرتم احترام نداری. خدیجه ای را نصیحت کو که همراه من قسم گپ نزن، اگر اعصابم خراب میشه. همراه شوخی میکنه خاله جان، شوخی میکنه دیگه. ای دختر بی تربیه. ها اسلام آمد. صبح خیر. صبح خیر. آی خوش آمدی دخترم. کدام گپ خانه شده؟ نه دفتن برم زنگ زدی؟ نه چیز نشده خدا رو شکر ما خوب هستیم. تو چطور هستی قندم ها؟ زنده باشین. خوب هستم، شما چطور؟ خوب هستیم خدا رو شکر. گارسون بچیم یک بار اینجا بیا. خوش آمدین. خوش باشی بچیم. به ما به کل ما صبحانه بیار، همراهش یک چاینک چای هم بیار، املت هم بیار، مربای آلو بالو هم بیار، دیگه چیزای خوبش بیار. من منم بگو. ها من من خدیجه من من زیاد خوش داره، از اون حتما بیاری بچیم. مادر بس هست. ها شما چیز دارین گوزلمه؟ پنیر دار، قیماق دار، از هر رقمش که داری بیار بچیم. درست است؟ ها درست است خانم. خانم اسلام کبلای بچه تو هم بیا بیشی بلیاز خدا صبحانه رو بخو باز برو. حالا دیگه بیشی بچه مزاحم نباشم. نیستی گپ دیگه نزنی. بیشی مزاحم چی؟ راست میگه. بیا چقدر خوب شد که کل ما صبحانه خوردن آمدیم. مادر امروز تو را چی شده؟ هیچ. دیشب مرا هیچ خو نبرد. خدیجه فکر کنم او هم نخوابیده. غنچه اصلا اونام نخوابیدن. یکی به فکر شوهرش، یکی به فکر اولادش و دیگه به فکر نامزادش بوده. تا آذان صبح بیدار بودم، هیچ خواب در چشمایم نامد. کان حال چی میکنه؟ هلیکوپترشان پایین شده. ده عملیات موفق شدن یا نه؟ هوا چطور است؟ طوفانی است؟ بارانی است؟ اولادم خنک خورد، چی کرد چی نکرد؟ وضعیت مام کاملا مثل خودت است خاله جان. تا صبح چشمای ما بسته نکردم. بعدش به خود گفتم که چی میکنی سلور، کلگی را جمع کو بیرون برین. عزیزای ما، شیرای ما، به خاطری که ما در آرامش باشیم بدونی که پلک بزنن، به خاطری که چای ما را براحتی بخوریم می جنگن. کسایی که به اونا دام میمانن باید گریه کنن. ما چرا گریه کنیم؟ صدقیت شوم مادر جان، تو تا صبح یه گپا فکر کردی؟ بچیم گفتم امروز یک شنبه از اینجا میاییم میشینیم گپ میزنیم، چند دقیقه وقت ما را خوش میگذرانیم. لطفاً جگرخون نباشه. دخترم وسایل کفتر آماده کردم، برنج پاک کردم، نخواد ترک کردم، اما چی شد؟ یک دقیقه خاله نخود ترک کردی؟ این خونه میشه؟ نمیشه؟
تو رو نیم ساعت پیش از پختن باید تر کنی. هم ویتامینش از بین نمیره و هم مزه‌دار میشه. برنجی که پاک کردی او چه قسم است؟ برنج سابق است دیگه. تو با کمه با مود روز باش خاله. این چه قسم کار است؟ مردم از نشایسته استفاده میکنه از سبزیجات. تو باز شروع نکو کوبلایی. در کفتن انام انداختی؟ انداختم بله بچه. خوب کردی چرا گلوتین نمیندازی؟ گلوتین بنداز مزهش 10 برابر شوه. یعنی اما قسمی که 800 سال پیش غذا پخته میکردن تو ولی اما قسم غذا پخته میکنی خاله جان. مادر خود قسم نمیباشه. کم تغییر کو، کم در خود تغییرات بیار. نه دیگه من تعامل ندارم. کوبلایی لطفاً گنگشو بس. اگه کدام اشتباه کردم مرا ببخش بچه. من چی کردم هیچ نمیفهمم خدیجه. صحیح است. سوال آخر من پرسان میکنم سبزی رو تازه استفاده میکنی؟ نه تابستان از بازار میخرم باز در یخچال نگاهش میکنم. دیگه سوالی ندارم من میرم. بله امی بهتر است که بری. برو. تیمور تو کجا میری؟ تا همینجا بود قاچاقچی صاحب. تیمور میره. تو با تنهایی تا اینجا از بین میری تیمور؟ تو از جان سر آمدی؟ دیوانه شدی؟ برات گفتم اگه تنها باشی میموری. راست میگی با تنهایی همه قسم است. تیمور جان آمده. تیمور جان اینجاست. ایره فراموش نکن قاچاقچی صاحب. تیمور هرگز تنها نیست. تیمور هیچ که نباشه 2 نفر است. اگه تو فعلا یک تیمور میبینی او حداقل 2 نفر است. خندم 2 نفر است. 2 نفر. عقلش از دست داده. دیوانه شده. اما هر لحظه میتونه زیاد شوه. هر لحظه. اینا دیگه از کجا شدن؟ آرام باشین. هنوزم تنها معلوم میشم. تیمور خودم هستم. زاغسی ها گفت اینجا بیاییم و با تو ملحق شویم. سربازها تو رو پیدا میکنن قاچاقچی صاحب. اگه کوچکترین گپی براشان بگویی یا کمترین اطلاع براشان بدی تو را خرواری بار میکنم و مستقیم طرف مینا روانت میکنم. گپ ما فهمیدی؟ سایز تیمور سایز فهمیدم. حالا گم شوین. حالا بریم. حرکت کنین دوستا. حرکت کنین بریم. حالا زود شوین. بیاین زودتر شوین. زاغسی ها چطور است؟ خوب است؟ با من درباره زاغسی ها بگو. ماه و ستاره یک که از شهید ما کدام خبری است؟ بله شهید پیدا کردیم شمشیر ده ارتباط باشه. گرفتار شد. شمشیر از هدف کدام خبری دارین؟ هنوز چیز پیدا نکرده ماه ستاره. فهمیده شد شمشیر متوجه خودتان باشه. درست است. امرا دوستا ادامه میدیم.
خدا کنه پلانش فقط بیرون شدن از مرز باشه چیدم. اگه او به شرف کدام دام مانده باشه وقت کار ما بسیار سخت میشه. بچیم هیچ باورم نمیشه شما چه آدمای بیکار هستین. شما صبح تا حال شیشتین میگین پرده باز شوه بیرون بیاین خدا میخورین بچه. نمیفهمم اگه پرده باز شوه چی میشه ها؟ فکرتان پراگنده میکنن. من بودم چند لیره میدادم میگفتم بساکی پرده رو بساکو. این دیگه چی وضعیت است؟ صاحب خانه رو بیبی بیچاره بیوز پیر آدم است توان استاد شدن نداره بچیم. کرایه خانهش نمیفهم چطور میته. اولگون بچیم کلی فساد زیر پای تو است. از صبح تا حال اینجا شیشتی فکر ملت خراب میکنی. نمیفهم پرده باز شوه بسته شوه. یک تولای سرباز اینجا مصروف ساختی تو. شهروار آدم‌ها رو اینجا مصروف ساختی. لالایم اینجا استراحت میکنیم چی کنیم دیگه پایندر؟ چی کنیم تو بگو؟ چی میکنین؟ پیش ما بیاین تا زندگی لذت ببرین. اگه زندگی لذت نمیبرین پیش ما بیاین. با اورهان با این در بپیوندین و در زندگیتون یک صفحه جدید باز کنین دوستا. چی شده بچیم؟ کسی را خونه کشتیم تلویزیون خاموش کردیم. توبه بچیم ما براتون میگم که با من ملحق شوین از زندگیتون لذت ببرین. اما شما هنوزم یک متر زبانه میکشین میگین نه تلویزیون روشن کو. براتون میگم که در بیرون بهشتوار یک شهر منتظر شماست. حالا دیگه منتظر نباشین. حالا دوستا زود شوین میریم دیگه. حالا براتون میگم که چه رقم از زندگیتون لذت ببرین. حالا زود شوین بخیزین دیگه. حالا زود شوین. شما بسیار تنبل شدین با خدا هیچ باور نمیشه. حالا بدوین. حالا بچیم بدو. یک دو بچه ما تو را میگم صحیح برو حرکت چی حال است؟ ما هنوز شماره را صحیح نخوندیم تو وقت حرکت میکنی چی حال است؟ چی گپ هستی قال مقالا بخاطر اورهان امروی دوستاش ورزش میکنه قماندان صاحب. اورهان؟ ورزش؟ ایده که چی قسم ورزش هست؟ نمیفهمم قماندان صاحب. آفرین این تو اینه زیاد بگی بچه. ای چی حال است و بچه صحیح برو. آفرین اینم تو صحیح حرکت ها را برو. آفرین اولگون بچه ما آماده هستی؟ بیبی میایم آمادم. بیا دیگه چرا قصر صدا میکنی؟ زود شو دیگه. صحیح است بچه من آمادم. اینم تو دیدی که تانستم بچه. من خب برات گفته بودم کس کلتان کده صحیح حرکت میرم بچه. دیدی که تانستم. بسیار میبخشین دوستا میشه با ما اجازه بدین؟ بی خودش چقدر با ادب نشان میده. میخوای از پیش ما فرار کنه بچه. جای رفتن نمیتونی کسی ما را شکست دادن نمیتونه. جای رفتن نمیتونی دشمن را شکست میدی. دقت. شما اینجا چی میکنین؟ اورهان تو ده اینجا چی میکنی؟ ما بالا شده بودم وقتی گفت دقت پس پایین شدم. ما دیگه با تو چی بگویم اورهان چی بگویم؟ تو چقدر یک آدم بی‌نظم هستی. چقدر ما به خاطر یک ورزش کنیم اینجا آمدیم. چیز قماندان صاحب. پس میخواستن که ورزش کنین نی؟ بله قماندان صاحب. آفرینتان ولی راستش بعضی وقتا منطقی فکر میکنی. این مفکورت بسیار خوب است. راستش ما تو فکر میکنم قماندان صاحب. چرا؟ به خاطر که روحیه سربازای ما بالا بره و قدرتمند شون ما ورزش میکنیم قماندان صاحب. ما تو نیست. آفرین به تو. در اون صورت ما ای را یک مرحله ارتقا بتیم. نظر چی است؟ خوب است. چطور خوب نیست قماندان صاحب؟ ما بالش باشم الگونم تو شک چطور است؟ خوب نیست هم تو؟ همراه بایکی پشتی مجهز به تمام تجهیزات سلاح‌ها سر شانه اینجا دور میزنن. 30 دور. فهمیده شد؟ مارش. گفتم فهمیده شد سرباز؟ اطاعت میشه قماندان صاحب. برایشان بگو عجله کنن. اونا را هر چیز زودتر باید بگیریم. تیمور اگر قسمی که گفتی اینا 8 یا 9 نفر باشد چرا اینقدر تشویش هستین؟ سر باور داشته باش. با قول دوستای امریکایی ما Trust me. ما میفهمم که چی کنم. اونا چی 8 نفر باشن، چی 3 نفر باشن، چی 10 نفر باشن. باور کن هیچ دلت نمیخوای همراهشان بجنگی. سر باور کن دلت نمیخوای بجنگی. تو که میگی قبول است. خوب است. چیزی که گفته بوده آوردیم. بله در موتر است. حالا بریم ببینیم بایکم کجاست؟ یک نفر بایک منو بیاره. It's better now. حالا خوبش. دقیقا قسمه که میخواستم.
اینا را چرا گرفتیم؟ همراهشون چی میکنی؟ همراه ترکا میگم که اگر میخوایی زنده بانی باید یک چیزی به خاطر معامله کردن داشته باشی. وقتی که کمین کده اونا را کلشون از بین میبریم، بریم جان اونا را ازشان بگیریم. حالا بریم. از تو جایش خوشم نمیاد دوستا. هر طرف بر کمین گرفتن عالی است. معلوم نیست کدامشان از زیر کدام سنگ میبرایه. ما هم همراهیت هم فکر است، اما باید بریم یاروک، باید بریم. مراد امر کنن قماندان. 2 نفر همراهیت بگی بیادر، را بررسی کنین ببینید در پیش روی ما چیزی هست یا نیست. اطاعت میشه. الیاس سلجوق. امره امر کنن قماندان صاحب. منتظر خبر مراد باش بیادر. اطاعت نشه قماندان صاحب. ادامه میتیم دوستا.